امروز الحمدلله به سلسله آبادانی کشور پس از امنیت سراسری همچنان که شما شاهد هستید نماد یک کره زمینه که در پشت سرکن قرار داره افتتاحش داریم که از بودجه عمومی شاروالی کابل به مصرف بیش از 1,000,000 افغانی تعمیر شده است که طولش هم 8 متر است و قطرش هم 8 متر قطر داره که در یک دقیقه 12 بار دوربر خود میچرخه. همچنین شاروالی کابل در سلسله تزیین شهر کابل بیشتر از این هم شما شاهد بودید که بعضی چاک‌ها را با چهارراه کابل به حمدالله به نماد اسلامی و نماد ملی و جهانی تزیین کرده است. اکنون 12 چوک دیگر شهر کابل هم زیر تعمیر و بازسازی قرار داره، تزیین قرار داره که از آن جمله همچنان که سابق نماد بیت المقدس سرچه‌رای کمپانی تعمیر شده بود، اکنون نماد مسجد نبوی با گنبد سبزش در سرای شمالی انشاءالله زیر تعمیر قرار داره و شاروالی کابل متحد به خدمتگزاری با مردم شریف شهر کابل است. یا نفر چه من که نشکل بود که شد بکنم